بودم، اون لبنان بود، هر کدوم یه جای بودیم و من مسئول شورای مرکزی نهضت خارج از کشور بودم، مرتب در تماس بودیم، مکاتبه میکردیم، گزارش مدت گرفتم. همین 120 نامه را بودم. این 120 نامه رو چمران در اون تاریخ نوشته، ننوشته که بعد از انقلاب یا یه وقتی منتشر بشه. چمران خودشه در اینجا. ابراهیم کیا گفت من این چمران میخوام ازش فیلم تهیه کنم و اونا نمیخوان. برای من برای اینکه وقت جلسه به سوال دیگه توصیه میکنم کتاب رو از ایران بخواید. شرکت قلم چاپ کرده، تا به حال 2 بارم چاپ شده، خیلی هم استقبال شده، حتما اون رو مطالعه کنید. ببخشید سوال شخصی البته این جهتش که ما اینجا که اومدیم آمریکا، من 3 سال اومدم، همیشه تضادی هست که اینجا بمونن یا برگردیم ایران. خیلی هم مشورت کردیم. یه شعر دوستمون آقا محمد خوندن که دلم میگه اون این واقعیش برای خود ما این سواله که مثلا شما که آقا باید تجربه کنیم چی یعنی چیه، مثلا چه فکر میکنه شما برای مثلا کسی که همچین مشکلی داره داروی تجویز؟ من فقط میتونم راجع به خودم بگم، هر کس باید خودش تصمیم میگیره. یه روزی در مجلس شورای اسلامی دوره اول که ما نماینده بودیم به ما حمله کردن شما ملیگرا هستید. گفتم اگر ملیگرایی به این معنی است که من عاشق آب و خاک کشورم باشم، ملیگرا. من همیشه وقتی امریکا بودم نگران بودم مبادا بمیرم در امریکا دفن. ممکن شما بگید ای بابا یعنی چه زمین خداست، الارض لله. ما همین فکر داریم که برگردیم وقتی مردیم. وقتی مردیم برگردیم. بله ما ملیگرا هستیم، میترسیم اینجا ببینیم اینجا دفن میکنن. زمین خودت آدم وقتی مرد که مرد دیگه بدن چه اعمالش با خداست دیگه. اما بله این نگرانی هست. نمیدونم چیه، ما پوست و گوشت و استخونمون به اون ملت تعلق داریم. بعد این خوبیم هرچی هستیم بودیم. ایرانی ها مهاجران خوبی نیستن. شما 50 سالم که اینجا بمونید بازم دلتون اونجاست. ایرانی ها نمیتونن مثل بقیه اقوامی که مهاجرت کردن توی این ملتینگ پات، توی این دیگه جوشان نخ و لوبیا در اینجا مزمحل بشن، مستهلک بشن. نه، من دیدم 3 نسل بعد 4 نسل بعد هنوز من ایرانی هم شناسم ایرانی نگه می‌داره. الان نوه‌های من بیش از بچه‌های من به دین و ملتشون علاقه‌مندن. یه نوه من دارم روز 12 فروردین 58 به دنیا آمده. اسمش هم به همین دیگه گذاشتیم آزاده. تمام موسیقی‌های کلاسیک ایرانی رو گوش اینجا اصلا به دنیا آمده، اینجا بزرگ شده. یه چیزی هست تو این خون ما، ژنای ما، فرهنگ ما، من نمیدونم چیه. بنابراین من نمیتونم به شما بگم شما چی کار باید بکنید. شما باید هر کسی باید خودش باید هست. شما هستید و وجدانتون، شما هستید و باورهاتون، شما هستید انگیزه هاتون، باید خودتون با خودتون تصفیه حساب بکنید. در اسلام مهاجرت هست. در روز قیامت از ما سوال میکنن چرا رفتی زیر بار فلان ظلم و ستم، چرا قبول کردی؟ یا من این کاری کردم چون جامعه اینجوری بود، ظلم و ستم بود. قرآن میخونید دیگه، میگه مگه زمین خدا وسیع نبود، چرا مهاجرت نکردی؟ یعنی هنگامی که شما در شرایطی قرار بگیرید که فشار به صورتهای مختلف هویت انسانی شما را از شما میگیره، شما میتوانید مهاجرت کنید. تمام تمدن‌های بزرگ دنیا با هجرت شروع شد. در طبیعت ما مهاجرت داریم، biological migration. پرنده ها مهاجرت میکنن، لاک‌پشت‌های بزرگ دریایی مهاجرت میکنن. چرا در طبیعت پرندگان مهاجرت میکنن؟ برای اینکه اگر در شرایط نامساعد جوی که وجود داره بمانن، هویت خودشونو بمانن، اون پرنده از دست میدن. دیگه مرغ خواننده است دیگه نمیتونه بخونه. برای حفظ هویت خودش مهاجرت میکنه. شما اول هویت خودتون رو تعریف بکنید،
باید ببینید کجا میتوانید این هویت رو حفظ بکنید، همینجا بمانید. بعدم شما هستید مسئولیت در برابر خداوند. من مسئول هیچ کس نیستم، مسئول خودم و در برابر خدا کنم. این مسئله رو با خودمون که حل بکنیم بقیه رو میتونه جواب بده. سوال کوچیکم. حالا به بچه‌ها چیکار بکنیم؟ بهتره که بچه نسازیدم اول فکر کنم. اول فکر کنیم بعد بچه. حالا تو ایشون کارشو به استخاره میگشه. ببینید با بچه‌ها پدر جان، من گفتم اون چیزی که میخواید بچه‌هاتون باشن اول خودتون باشید. من تکرار میکنم ما ایرانی‌ها نقاب داریم. در اینجا وقتی ما رفتیم ایران بزرگترین مشکلی که من داشتم با دختران و پسرم که ستاشون ایران دبیرستان رفتن، دبیرستان، این دوگانگی بود. اصلا دختر من مریم که الان پزشک در آنار بود، اصلا میومد خونه دیوونه میشد. میگم معلم تربیتی من اومده سر کلاس این حرفا میزنه، بعد من میرم میدون محسنی میبینم اونجا داره یه کار دیگه میکنه. ببینید برای این جوانایی که اینجا نشستن، اینا نه نیاز دارن، نه جامعه اینا رو وادار میکنه بگه دروغ بگه، هرچی اصلا همینه. اما جامعه ما ریاپروریه. ببینید یه دونه آیه راجع به حجاب هست، این همه میگه دروغگو دشمن خداست. هیچ وقت نگو بد حجاب دشمن خداست، میگه دروغگو دشمن خداست. اما از جامعه ما از 100 تا پا دروغ میبارن. هیچ کس هم این زشتی و کراهت اینو درک نمیکنه. شما اونجوری که میخواید بچه‌هاتون باشن خودتون باشید. به نظر من بچه‌ها بدون اینکه هیچی بگید از شما تبدیل میشن. آقای موفقی بریم شما. برای سلامتی آقای دکتر این سلامات